سلام عشقا، به ویدیوی جدید من خوش اومدید. ویدیو امروز ما معرفی یه دک دیگه است. حالا میگم چرا یه دک دیگه میخوام معرفی کنم. دلیلش هم اینه که خیلیاتون گفته بودید آقا فلان و بهمان ما با این دک نمیتونیم پلی بدیم. یه دک خوراک فرست پلی براتون آماده کردم. قبلا هم فکر کنم باش ویدیو داده بودم، حالا نمیدونم، ولی دیگه چی بود؟ لایتنینگ داشت. دیگه آره دیگه همین بود. بریم باش بتل. واسه رفقایی که فرست پلی دوست دارن این دک جواب خیلی عمالی. همیشه اینجوری. ای دهنتو. خب پرنس میچسبه به تاور؟ نه ریدم تو نت. میچسبه این بار دیگه. پرنس چسبنده. خب اوکی. باید کرکر که یه شات میزنه. اینجا گلمو میریم. ویزار داره و نایتیچو میزنه. اکسیرمون نمیرسه برای لایت. خب نایتیچ یه شات میزنه. تاور که میره بالاخره. مانی ویزاردم یه چوسه جون مونده براش. حالا میبرم اسکلتا رو میندازیم بزنم. بعد اگر اسپل بزنه خب نزن دیگه، خدا وکیل نبا میزد. بیخیال. یه بومبر میندازیم اون اسکلتا رو بندازه که بزنیم. میبینید که اسکلتا رو میندازه میزنیم و میکنیمش. خیلی عمالی. شل کن دیگه. ایوه خب انگار نمیخواد شل کنه. یه بومبر یه دونم پرنس سیر نمون برامون. خب فایر کرکرشو با ارو میزنیم. اوه ها بگه شل کن. از دستم ول شد گوشی و لایتو ریدم. با همین دکم براتون پارت دومش هم میذاریم. آقا من بازم میگم من نمیتونم تا پلدر ویدیو بگیرم این سیزن. کارت مکس ندارم. حالا ایشالله سیزن بعد حتما میگیرم. لیگم که همچین اساسیت خاصی نداره که بخوام براتون ویدیو بگیرم. همین گرندو میزنیم ویدیو میگیریم. حالا رفقایی که دوست دارن ما رو حمایت میکنن. ریدم روی جانت اونجا گیر کرد. رفقایی هم که حال نمیکنن با ما که بازمون هم دمشون گرم. بالاخره قرارین که همه دهن تو زودتر میومدی من مینداختم رو تو هم. مادرت بمیره. این چیه؟ عجب. چرا با یه
به زور جلو خودم رو گرفتم بهش نگم کس زنن تا چرا با بزنی تو هم دوباره نایت ویک کم کارت رو بندازه. خب طبیعتا با لایت میزنیم. خب نمیندازه. اینجا هم با پرینس دفاع میکنیم. طرف کسنو آقا کاری ندارم دیگه. همیشه این حریف رو بهتون بده حال بکنید. بچسب تاور. مرسی مرسی مرسی. گلمو میریم. خب آماده دفاع میشیم چون معمولا اعتقادی به دفاع که ندارن. حالا دفاع میکنه. نزد که این همه در بومبر شاد. کلن یه شاد زد بومبر. که مرسی. اینم از تاور بعدی. بومبرم بزن. بومبر رو بنازم. چقدر دمیج زد. بیداریم لایت رو بزنیم. گود گیم. بریم برای وین بعدی. رفقایی که کلاسیکی نمیتونن بزنن با دک قبلی هم نتونستید بزنید با این دک دیگه نتونید بزنید خیلی نوبید. واقعا میگم نوبید. هوگه شاید لاگ بیت نمیدونم دریل دیگه چه دکی هست. بعدسو میریم. ریسک نمی کنم گلمو بندازم. اسپریت و میگم اسپریت الکترو اسپریت هانتر. خب شاید آرتی باشه. شاید که نه 100% آرجیه. دوباره هانتر. خب هانتر نمیندازه. با اسپریت دفاع میکنه قشنگ. اسپریت نداره فیشرمن. مرسی. فعلا گلم نمیندازیم تا اکسیر 2 برابر. چون گردباد نداریم. فیشرمن میندازه گلمو میکشه و کیر میشیم دوستان. منتظرم جلوش چیزو بندازه. آرجیو بندازه. لایتو میزنم که اگر بندازه که نمیندازه. فقط بازم میگم گلمو فعلا نمیندازیم. لایت اینجا دیگه گلمو بندازیم دیگه. بزن. مرسی. نمیدونم فایر داره یا نه. خب لایت داره.
مرسی بنازم به این لایتنینگ و باختیم. چجوری بخوام دفاعش کنم الان؟ بزن آقا اینم بردیم که فکر کنم یوری ایرانی بود، نمیدونم اسم کلنش فکر کنم ایرانی بود، نه آقا خارجی بود. اوکی آخه از یه ایرانی همچین گیم پلی شاخی بر نمی اومد، نمیدونم با آرجی. البته معمولا ایرانی همه سنگین پلیر حالا آرجی توی دسته سایکل پلیر حساب میشه تقریبا ها، چون آرجی سایکل دیگه اسمش روشه. آخه دهن تو بابا بی خیال. اول بازی کیره خر و اینجوری بندازه زورت. کس آبجیت بره چی تو کس نمید. کیر تو ناموست بره، کیر تو ناموست بره سوپر سلی کونی که اینجوری کارت به من میدی. کیرم تا اول آخرت بره سوپر سل بی ناموس. حالم از این سوپر سل کیری به هم میخورم. هم میاد به میگه what the fuck دفاع که هیچی سرش گرده. کیر تو آبجیت بره. به قرآن نوبه به یه نوب سگ میبازی، به این نوب سگ میبازی. خب کسکش دیکشو ببین لول 27 کیر تو به ناموست بره ننه سوراخی. بعد کارت همونو تخمی میده. یعنی میرینه به اعصاب آدم یه جوری کارت میده. چرا آخه من باید به اینو به سگ ببازم؟ آخه من نمیفهمم. یه مش اسکل دهن همه تونو گاییدم من. کسکش های طرف بازی حالیش نی. اول بازی یه دونه پکاپ ول میده همینجوری میاد کام شو بابا.
چرا باید اسپریتت ابو باشه؟ شانس یعنی نه. بزن مرسی. اسکل دراگ آماده میکنیم برای دفاع. اعصابم کیری از بازی قبلی اصلا. خدا شاهده کارتم درست بود، من نباید اصلا باخت بدم به اینا. متیچو میریم اینجا گلم. خب اشتباه کردم انداختم. خاک تو سر. بیناموس. بستم. توش باشه بخندی. الانم کم مونده من بهش بینم ببازم. حالا بچه قبلی الکی الکی یوری پکا از تول میدی میاد میزنه ما رو. نمیدونم چی بگم. بعد دوباره یه پکای دیگه از تحول میده، گله میندازیم که دفاع نمی کنی که اونو ولش کن. بعد دوباره ویزارد پشتش میندازم. خیلی هم منطقی میاد سه میکنه ما رو. پاشو بابا دیگه حریف بده. وینه چاریم. ویدیو رو پاز میکنم حریف بده. دقیقا تا ویدیو رو نگه داشتم حریف داد. تو رو خدا دیگه تخمی تخیلی نداشته باش. تو رو خدا گلیمونو میریم. عاشق همتونم. عشق مایی. گفتیم دک تخمی نداشته باش. دقیقا دکش تخمی تر از همه چه. یعنی از این تخمی تر نمیشه. مادرت بمیره. چرا باید اینجوری what the fuck. عجب.
سوپرسل عالی، حتما نصب کنید دوستان. خب عشق مایی هستن، حرف نداری سوپرسل کونی. میریم حالا چی دیگه وقتیم. بکش بیرون ناموسن. جون من اکسیر. مرسی به شرفت بزن بزن یه بی شرف. گو بخور بابا. خب این از اینو بریم مچ بعدی. بریم این مچ آخر رو بزنیم. ای خب بعد ایران عالیه. بریم حالا دلیل این که گفتم ایران عالیه به خاطر نتش بود واقعا امشب قطع نشد، برمین گفتم ایران عالیه. بزن ابیلیتی. مادرت بمیره. این چه دکیه؟ مرسی پرنس. خب باید هیرو بندازه. خب ریدم چی کار کرد؟ اکسیر نداره. کسخلو جقی. خب کنون وسط مینداختی دیگه. ملت کس دارن. میگم کسگیجه گرفتن. کس دارن چه بودی؟ کسخل. نایت ویک میندازیم. یه لایت هم میندازیم تنگش. اگر هیرو بندازه نندازه. خب اینجا رو نمیخواد هیرو بندازه. خب نمیندازه. یه دونه اینجا هیرو رو کسفر میکنیم. به نازام عشق منی. یه دونه پرانس. اینجا یه دونه ارو میندازیم. بوم مادرش گایده شد. خب میخواد یه حمله سکسی بکنه. نه انگار قرار نیست حمله سکسی سرعتی بزنه بمون. یا خب کسخل از ته انداخت. چی بگم آخه جقی و نمیستن.
خب اینم از ویدیو امروز ما. امیدوارم لذت برده باشید. پارت دومش هم میگیرم براتون. لوزم که دیدید دیگه، یعنی تخمی ترین لوزی که میتونست باشه همین بود. لایک و کامنت یادتون نره. اگر ساب ندارید ساب کنید، ما هم به دوستانتون معرفی کنید. عشقید.